تقدیر است دوست. ما را چنان جدا کرد که در آمد است یک عائله دار. من در خانه بی‌پرستان ماندم. همه خیل از هم جدا شده. روزی آخرین ات را دیدم آن روز بود. تنها این ماند. دیگه مویزه نکرد. راه تنده بود دیوان گرفتم. سالهای در روز این را پنهان کرده بودم. خواهر کن اکا جان خواهر جان خواهر کن اکا جان اکا جان خواهر من خواهر جانم خواهرم به توی خواهر جان من اکا جانی من خواهرکم جانی من اکا جان اکا جانی من اکا جان من باور نمیکردم که تو را میابم. باورم ناآمده ایستادم. خواهرکم چی نامی احمدت رو استفاده نمیبری؟ چی مگر نامت رو عوض کردی؟ نه نام دویوم من زیا بود. تو باید نداری خود احمد زیا. من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان. من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان. من هم خواهر عزیزم اکا جانی من. پلیس ها آمدند. عصب بماند. این ناکامی رو بینم. من اگر روزی می داشتم نامم را روزی بگ نام می ماندم. بیاید اینجا کمتر نشسته انتظار می شویم. بابا جان خدایا به او کمک کن. امک جان زهرا چرا بابایم ناگهان خل شدند؟ نمیدونم حاله. شاید برای یکم چیز غمگین شده باشد. نمیدونم. زهرا به تو گفته ایستادم. با فکرم پدرم سکته دل شدن اما با قوت هستند پس سر میکنم. پدر بابایم در کجایند؟ در درون هستند دخترم. خواطر نشو صحت میشوم. با آقای اکرم ناگهان چی شدین خیلی؟ سلامتیشون خوب بود کو؟ بله در حقیقت سلامتی بابایم خوب بود. چرا ناگهان خل شدند من هم نفهمیدم. انشالله شفا مییابم. در حقیقت زهرا تو در ماشین بسیار پریشان شدی. مگر یگون چیزی هست که ما نمیدونیم؟ خیر تو
باز میدونستی اکا جون؟ از وقتی با محله آمدنم خیر چرا به من نگفتی؟ من 20 سال از این لحظه رو انتظار بودم، هر شب دعا میکردم. چرا نگفتی؟ چرا؟ به تو گوش کن، ندانم بسیار چیزها رو پرسیدن میخوری، همش رو میفهمم، اما التماس بگذار تو را آغوش گیرم. بیا خواهر عزیزی من، بگذار تا حسرتم رو دور کنم. روید آخی روید. ای شمایان در اینجا چی گم کردید؟ ای بلا زند. امک از برای من چنین شد. زهرا چی گفتن میخوای؟ از برای تو شد؟ کنی بگو چی شد؟ من غمگینش کردم، بسیار غمگین شد، من رو رنجاندم. زهرا این را خوب فهمان، آخر چی گفته ایستاده؟ چی شد؟ حاله بسیار فشارش نیار، نمیبینی زهرا خودش ناتوب است. آقای اکرم ازدواج ساخته برپا کردنتان را فهمیدن ها؟ بله فهمیدن. ای آخر عاقبتش همین بود. شمع دروغگو تا خفتن در گران است، آدم رو از پا افتانده. ینگه خاموش شوید، خاموش شوید. چرا خاموش میشدم؟ در اصل تو خاموشم، همش از برای تو شد. تولی همه غمگین است، تو بر بالای این باز فشار میاری ها؟ البته که باز من فشار آوردم. بله من. مادر جان کمی خاموش شوید، خاموش شوید. با تو چی شد میلیس؟ آفرین فرود، آفرین. دخترت رو هم به خودت مانند کردی. مادر جان خاموش شوید، شما دیگر هیچ چیز رو نمیدانید. دامروزیا در کجاست؟ در حقیقت در این وضعیت ناگوار آقای داماد عجب در کجا باشه؟ آقای اکرم همش را فهمیدن نه؟ با تو شیرینی های اینجا بسیار معقول بودن. تا یک رفته دیدم باشه. مایلش شازر کنعان دیوانه بعد گرفته می آیم. بتون لبر رفتنمون لازم. با کجا؟ التماس سوال اکا نده، چی شد؟ بیا با من، زود رفتنمون لازم. رفتیم. اکا جان چی شده ایستاده است؟ باز چی قدری دیگر انتظار شوید؟ اکا با من فهمونید آخر چی شده ایستاده است؟ کنعان دیوانه اینجاست، رفتنمون لازم. اکا نمیفهمم این آدم از ما چی میخواد؟ چرا از او میگریزه؟ خواهر کامل التماس دارم شما مرا گوش کن، همش رو میفهمونم. با من بیا مایل. رفتیم. مرا گوش کنید، اینو رفتم کنی بهت رفتیم. اینها کجا شدن؟ کجا رفتن؟ رفته همه جا را بینه، همه طرف رو جستجو کنه. ماشینشون نیست. اینها رفتن کو؟ کجا را نگاه میکنه؟ رفتیم زود از پسشان نشویم. رفتیم. زهرا اکنون خودت رو غمگین نکن، طفلت رو فکر کن. آقای آتیف احوالی پدرم چقدر هستن؟ یگان جای ترس ندارد، خطر رو پسی سر کرد. حالا باشد وضعیتش خوب است. خدا شفای کامل بده. تشکر زیاد آقای دکتر. تمام زهرا جان، یگان جای غمگینی نبوده است. اکا چرا ما از اون آدم گریخته ایستاده ایم؟ بتون
اینکن آن دیوانا گفتنی آدم چی فکر میکند که او رو کلت کلاس معیوب کرده است؟ فهمیدی؟ اگه تو رو باشد کلت کلاس گفته فکر میکند از همین سبب ما رو پای برده ایستاده است. اما اکای من تو هستی. البته خواهرکم اکای تو منم، اما او دیوانه است. آخر چیکار کنم؟ خیر از من چی میخواهد؟ آن آخر تو رو به دست آورده کلت کلاس رو دستگیر کرده نیست. از همین سبب از پسی ماست. اما برای تو رو دزدیدنش چقدر مشکل بودنش رو نمیداند. عجبا باز مگر خطر سکته دیگ رو پای سر کردن پدرم در نظر است. یعنی معلوم بیماریش رو میدونه. در اصل با سکته دل علاقمندی ندارد. حتی آقای اکرم بیماری را پیشتر پسی سر کرده بود. چی؟ پای سر کرده بود؟ بابایم تماما صحت شدن. مرا گوش کنید. امشب اگر خواهری کلت کلاس را نیابید کو شما را میکشم، همه‌تان را میکشم. بله. چی؟ بکن اونی دیوانه اکای من بودنی کلت کلاس رو اون پلیس گفت. پلیس؟ بله. یک وقت من به شعبه پلیس رفته تو رو جستجو داشتم، یعنی تو رو میجستم. در اون وقت به من گفتن که اکای تو کلت کلاس است. بعد باشد گفتن که خطا کردیم. احتمال زیاد که بکن اونی دیوانه هم عیناً همین رو گفتن. یعنی اون آدم به من بیهوده نچسبیده است. یگون چیز هست که از پسی ما است، اما با اون درست بودن این کار رو باید گویم. هیچ فایده ندارد. آدم دیوانه است آخر. یعنی گپ رو نمیفهمد. احتمال در بین خطا بودنش رو باور نمیکند. یک احمق دیگر بود. او باشد کلت کلاس رو میابم گفته خودش رو کشت. ها آنها پای برید، گمشان نکنید. چه خیلی خیر. شما نگفته بودید که عمر آقای اکرم کم مانده است؟ در حقیقت هم وضعیتش بسیار جدی بود. نوباورته ناامیدی رفته بودیم که ناگهان در حال به طور زود به حالت صحت شوی گذشت. ما هم حیران شدیم. اما میدونید در حیات خیلی معجزه ها میشوند. یا خدایا توبه. به فکر من آقای اکرم از روی شما صحت شد. از روی من؟ خانم زهرا قرار اویل برپا کردن شما آقای اکرم رو بسیار خرسند کرده بود، چنان که به کورتش نمی‌گنجید. من شاهد آن لحظه ها هستم. احساس خرسندی میدونید داروی تمام بیماری ها میباشد. یعنی حالا بابایم تماما صحت شدند؟ بله، مانند یک داروی معجزه آور به بابایتان تاثیر کرده. نه نفهمیدم. آخر چرا صحت شدنشون رو به ما نگفتند؟ در اصل گفتن که به هیچ کس نگویم. چرا آخر؟ نمیدانم. شاید این را خودشان به شما گفتن خواستند، یا که در یگان روز بسیار مهم به شما این را گفتنی بودند. خیر، چرا شما این رو به ما نگفتید؟ حالا این را هم نباید به شما گویم، اما چون حامله دار بودنی هر دویتان را فهمیدم، باز از یک طرف بسیار غمگین بودنتان را دیدم. بسیار غمگین آور است که سر آقای اکرم را مجبور فاش کردم. لابا زهرا، بابایم را به بیمارخانه بردیم. عاجلا اومدنتان لازم است. آقای اکرم خوب است؟ خوبند. مشکلی رو پسی سر کردیم. مسئله دیگر است. بعد گپ میزنیم. چرا بعد گپ میزنیم زهرا؟ کنه بگو چی شده ایستاده است؟ همین که آمدید بعد گپ میزنیم. در حال بیایید. مالش آمده ایستاده. بتول من باید به بیمارخانه روم. آقای اکرم حالش خوب نیست. اکا جون من از اینجا به خونه میروم. تو بیرو ینگه زهرا تنها نگذار. نه بتول با یکونجا نمیروی. من حالا تو رو تنها گذاشته نمیتوانم. یک جای میرویم. مایلش ماشین را کی رانده ایستاده است دیدی؟ به خدا اکا دیده نمیشود. نزدیکتر شدن لازم است. کنی کمتر نزدیک شو. چه گپ است؟ به خدا اکا قریب بود که زیر اتوبوس میموندیم. مرا گوش کن شرف، خوب گوش کن. اگر او را از نزدیکی زیر اتوبوس یک طرفش از زیر ماشینی بارکش میپرتایم، همه‌تان را میکشم. پای ببر. هیچ کس برای واخوری با جماعت مانع نمی شود. اگر لازم باشد امشب در مسجد خواب می روم. سحری بر وقت با برادران مؤمنم ها می خورم. کیست در آنجا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توبه استغفر الله. دامنای دیوانه؟ دیوانه تو هستی؟
در اصل عمری سیاه دیوانه است. من امام حقیقی این مسجد هستم. من امامم. والا فهمیدی؟ استادی مرا دیوانه نگوی، تو دیوانه ای. من با تو نشان نمیدم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. هنگامی از اینجا گذشتم به گوشم رپای شما رسید. هیچی این دامولای عظیمی دامولای حقیقی این مسجد است. شکری خدا، نهایت در محله یک شخصی به من باور نکردگی برآمد. خدا از تو راضی باشد برادر. الهی دامولا حضور گفته اکی جوهر، این دیوانه است، به عقل است، اهمیت ندهی. حالا هم دیوانه میگویی؟ آرام باشه دامولا. آخه پسرم تو دامولای حقیقی بودن این دامولازی ها رو از کجا میدونی؟ مادام که دامولای حقیقی است چرا به کارهای ثوابی میکردگی تو مانع میشود آخر؟ حالا ایست باز همش افشا میشود. خوب نه دامولا، به این هجری برادرمون از تقایش یک مقدار زمین میراث مانده است. این پسر کاری ثواب و خیر کردن میخواهد. آن دامولا باشد به این کار مانع شده ایستاده است. یا توبه، این را بینه. اگر دامولای حقیقی میبود مگر دامولای حقیقی به این خیل کارهای ثواب مانع میشود؟ برعکس باید تشویق کند. همین خیل نه. در دهانتان اصل دامولا چه خوش گفته. دامولا اگر جایی ایست نداشته باشد من تنهایم. این شب مهمان من شود، شما رو مهمانداری کنم. هم درباره زمین هجری برادرمان، درباره کارهای خیر و ثوابی آن گپ میزنیم. خدا نصیب کند بعد سحری آمده با جماعتاتان ما میخوریم. نمیدونم. خوب میشود دامولا، مرا نکنی. یکی ناراحت نکنم. دامولا استغفرالله، بیایید رفتیم سحری هم یک تخم میلیون میکنم. رفتیم. خوب نباشد میرویم. حسیب چش از صبح من میشود. خیر رو خنوک است، باز نمیره. استغفرالله. برادری من در این محله با یک آدمی با عقل روبرو نشدم. باز یک تاش خودش را دامولا میگوید و یک دامولای ساخته است. یا خدایا هر دو اینها دیوانه بودند. خدایا به حال آنها رحم میکن. بتول خواهرکم این آن یک جاسوس دیوانه است، فهمیدی؟ اما من یگان راهش رو حل میکنم، نترس. اکا من در نزد تو از هیچ چیز نمیترسم. خوب میلش کنی ایست، من یک دختر رو بینم، شاید اون دیوانه آمده است. میلش با من یاریده. در نظرش که بود دیدی؟ با خدا اکا آنقدر خوب دیدن نتوانستم. در حال به بیمارخانه در اومدن، یعنی دیدن نتوانستم. دیدن نتوانستم از چیز؟ ندیدم از چیز تا؟ اکا مگر من بوم هستم که در شبی همه چیز رو ببینم؟ بابا نگر چشمانت را میکابم، کفته میگیرم. پلی پیش درا. هیچ گپ نیون آمده است. رفتیم. نهایت دامادمون آمد. بتول زهرا جان. سلام علیکم. خدا شفا دهد. ما با خانم بتول در نزد در بخوردیم. او در بیمارخانه یک بیمار داشته است. به زیارت او آمده است. تو خوب هستی؟ رحمت جانم، بابا باید هم شفای کامل خواهونم. رحمت بتل جان. وضعیت آقای اکرم چطور است؟ خوبند. یعنی دکتر همین خیلی گفتن. خدا را شکر، بسیار خرسند شدم. تشکر زیاد. ما صحبت کردن میتونیم؟ البته با اجازت. البته با اجازتی تو بتل جان. با خیر است؟ چی گپ شد؟ دامولا وقتی فاتحه کردن ما بابایم همون وقت صحت شدند. یعنی چی خیلی؟ دکتر گفت که معجزه روی داده است. یعنی با وسیله ازدواج ما بابایم صحت شده است. این کار رو بین ازدواج ساخته با کار آمدن؟ اما من همه کار رو برباد دادم. از برای من باز و سکته دل شد. کاش که همچون زاغ سیاه با تو رو برو نمی شدم. زهرا در اصل همه کار را من برباد دادم. بتول در این جوست. خدا، این اهل آیله در اینجا چی میکابندی؟ یا خدا، چشمم در اینجا بوده است.
خدا شفا دهد. تشکر. نمیدونم چی کار کنم. فکر چه خیلی زیاد میشه. داملو زیا؟ بخیر است داملو؟ نه یکون چیز نیست. یعنی آقای اکرم سخته دیر شده است اما این حال وضعیتش خوب است. های خدا شفا دهد داملو. خانم زهرا خدا شفا دهد. تشکر زیاد. داملو من یک بابایم رو خبر گیرم. برای در آمدن اجازت میدین؟ نمیمونند اما من در آنجا بودن میخواهم. مایلش من کمتر پس میورم. خدا شفا دهد. آقای کانون بخیر است؟ شما در اینجا چیکار دارید؟ داملا آیا نکنید خواهری کلتکیلاس در اینجاست. در پسمان استاده است. چه یعنی خانم بتول؟ بله داملا آیا نکنید که میگریزد. آخر آقای کانون خفه نشوید چه علاقه دارد؟ یعنی خانم بتول خواهر کلتکیلاس نیست؟ مگر این خیلی میشود داملا از پلیس فهمیدم آن شاگردی اون الهسکو لوینت او گفت. شما چرا گپی هر کار ناعهده برا رو گوش میکنید؟ مگر این خیلی میشود؟ من به شما یک چیز گویم. عیناً همین را آن با خانم بتول هم گفته است. دختر بیچاره از غمگینی میسازد. از همین سبب به شما میگویم که راست نیست. معلوماتی نادرست است. این چه معلوماتی نادرست است؟ از کسی میخواهید پرسیدن گیرید. اگر خواهید رفت از کمیسر رونالد پرسید. چه خیلی که میدونید آن حریف حیاتش رو در جستجوی کلتکیلاس بخشیده است. عائله‌اش هم پراکنده شد. این چی خیلی میشود داملا؟ ما او را از قهوه خانه چای نوشی پی بردیم. در برش یک آدم بود. انا چون به درون در آمد گم شد. بعد در وقتی در راه آمدنمان ماشین را دیدیم. در درونش آدمی بود که آن را میران او را دیدن نتوانستیم اما بعد از آنجا در آمدن نابود شد. داملا او کلتکیلاس بود. شما این خیلی گرد نزنید. خود را در نزد آدمان بد نکنید. من واقعه را از خانم بتول پرسیدم. یعنی من پیش از شما را دیدم گفتم که در اینجا چیکار داره. واقعا چنین است. یک بیمار خانم بتول از روش رفته است و او باشد راست به اینجا آمده است. آدمی در نزد خانم بتول دیده شما احتمال یگان خیلی بیمار است. شما اون آدم را کلتکیلاس فکر کردید. با خدا که بسیار یک گناه عظیم کردید. شما چی میگویید داملا؟ چه خیلی گناه؟ با دهان خودتون گفتید. پیش بردیم. یک دختر جوان را این خیل ترساندن بسیار گناه عظیم است. آقای کانون از برای خدا این خیل نکنید. داملا اگر یگان گناه باشد آن گناه کلتکیلاسی بیشرف و لوینت است. با خدا که من گناهگار نیستم. من نمیدونم. دیگر این کار را نکنید. آقای کانون در آتش دوزخ مانند کنده میسوزه. های کلتکیلاس این دنیا هم را تیره کردی. آخرت هم را هم تیره میکنی. خدا زند تو را. داملا دعا کنید که خدا ما را ببخشد. نمیبخشد. آدمی رو که با یک زن این خیل ظلم میکنه خدا هیچگاه نمیبخشد. خفه نشوید. این خیل نکنید داملا. اکنون چی میشود؟ با خدا که آقای کانون دیگر این خیل کار نمیکنه. والله بالله دیگر نمیکنم داملا. خوب مایلش. اینقدر بسیار داد و فریاد نکنیم. معلوم که اینجا بیمارخانه است. من هم به نزد زهرا میروم. با من اجازه داملا. مایلش تا باز دید. آواز این حریف اینقدر بلند است. کلی پیش در را. وضعیت خوب است. پیادر برون انتظار میشویم. شکر که این دفعه خلاص شدیم. اما چیکار کردن این کانون معلوم نیست. باید احتیاط باشیم. فهمیدی؟ من یک پیش زهره روم. یک تو را با دستارم کو زنده به زنده سوزانده به خلطه بار کرده تو را به آتش میپردایم بیشرف. مرا معیوب کردنش بس نبود باز مرا گناهگار میکنده. من با شما گفتم کو با آن لوینت احمق باور نکنید. اکه کانون با من یک اجازه دید. رفته اون لوینت احمق را یک لطو کب کنم. تو چه میگویی؟ چه میگویی؟ مگر پلیس رو لطو کب میکنن؟ حریفی بفهمه؟ پیش درا. شبی خوش امری. شبی خوش.
رخسار خانم سلیم بوسه کرد. به شرف همیتون نمیرسیده در بین ما. گوشوتا میبرم. کمتری دیگر در نزدیک خانه سلیم نیستم. وی به شرف یک بار دیگر به در خانه سلیم بیاید بعد حالش را ببیند. بیام سلیم از تی خیلی باوری نداشتم. مرا گوش کنید. استودنی همه شما در اینجا لازم نیست. بگو چه خیلی باشد جوابش میدیم. اما این شب من در اینجا میمونم. در خانه مونده نمیتونم. پس دخترم حالی تو بیرا. ملیس تولین شما هم روید. نه امک جان من حالا نمیروم. اون آماده ایستاده است. من به خانه میروم. من هم خانم بیتول رو با خانهش برده برمیگردم. نه من خودم میروم. در این شب خودتون تنها نمیشود. من برده میرسم. برادر پروا نکن، من خانم رو به خانهش میبرم. ماشین آقای خلیل در من است. زود رفته میآیم. ای باشه گفتم میبرم. برادر میتوانی خودت بری؟ ماشین ما گاز نداره. بیاید میرویم خانم بیتول. من باید زود برگردم. خدا شفای کامل نصیب کنه. خیلی جون. سلامت باش. سلامت باشه اونا. ای بچه نرزی سوزی در کجا میگردی؟ میشه شکرم. امک جان من یک بابایم رو بینم. مایلش. تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ اونا سفسطه نگو. آقای شوقت راننده بابایم است خود. یکم کسی دیگر یافت نشد ها؟ نه یافت نشد. اونا این خیلی نگویی. سلامت باشد. با وسیله او رسو در وقتش رسیدیم. اونا اگر شفقت نمی بود بسیار دیر کردن ما ممکن بود. استغفر الله آقای فرخ میگویم میخله؟ همین خیلی است. راست میگوی من نمیبودم بابی اکرم میمرد. هیچگاه شما رو غمگین نمیکنم. از تو هیچ جدا شدن نمیخواهم. آخر به همین هم دیگر جدا نمیشویم. ما رو دیگر هیچ کس جدا کرده نمیتواند. چون خرسندم که سالها این رو انتظار بودم. بیتول گریه نکن. تمام مرا هم گریه میکنی آخر بس است. تمام گریه نمیکنم دیگه. خوب بسیار چیز رو پرسیدن میخواهم. سالها این رو انتظار بودم. تو مرا چه خیلی افتی خواهرکم از این پس وام میخوریم آخر پگو سحر هم یک جای میشویم بعد سوالات رو میپرسی. اکنون بیرم. خواهرک جانم اکنون بیرم. شب خوش. خانم سلین تو در اینجا چیکار میکنی؟ گفته مردک یک خواب دیدم خانم سلین. بخیر است چه خیلی خواب دیدی؟ یک خواب دیدم. من در خوابم شما را دیدم خواطر شدم. به سرتان یگان حادثه آمد از گفته خبرگیری تان آمدم. خواطر نشو لوین جون.
تو در اینجا بسیار انتظار نشو، خونت میخوری، بیمار میشوی. زود به خونت بیرم. مالش خانم سلین میروم. بسیار یک روسته. این رو بینیده از این جوراو که بیمار میشوی. در این دقیقه خیلی عقل نیست که لیوین جان مرحمت خونه در یک پیله چای نوشید. ما هم در اصلت یک پیله چای شما نمردیم لیکن گپشو گفتیم. نه انیق ای با ما آدمی پدندلت میگرده. انیق خیلی سره دلم خونه کردی به خدا. استاد کمتر انتظار شوید. استاد یک سوال دارم. مرحمت بپرس. استاد با برج باور کردن جایزه است؟ بخیر از برجی تو چیست؟ نمیدونم استاد. برج من چی است؟ گوش کن، تو کی تولد شدی؟ ها استاد بیبیم نقل میکردن که در آمد نوروز من به دنیا. هجری پسرم، تاریخش رو بگو. 10 مارت استاد. تمام، برج تو هوت است. چه خیلی هوت استاد؟ آخر پسرم، برج تو هوت است. هوت. برج هوت چه خیلی برج است استاد؟ هجری یعنی برج هوت برج خوب است، صاف و تمیز است برای انسان. صاف گفته چی را در نظر داری؟ یعنی پسرم دلشون صاف است، یگان کاری بد نمیکنند، یعنی انسان های خوب است. فهمیدم استاد، خدا شما راضی باشد. استاد برج شما چی است؟ خوشخوار. خوشخوار چه خیلی برج است؟ راستی هجری خوشخوار مثلا بلحوث است، از پشت زن و دختران بسیار میدود، خوردن رو بسیار دوست می‌دارد، علاوه بر این سیر و گشت رو نقل می‌بیند، یعنی تماما آزاد است. استاد شما زیناکار هستی؟ این چه خیلی سواله؟ من دامولایم. عذر میپرسم استاد، آخر گفتید برج خوشخوار دختر بازی میکنه. آن برای همه هجری با برج ها اونقدر هم باوری کردن در کار نیست. آن سیاره ها دیگر کار ندارن که اومده تقدیر ما را معلوم کنند. سیاره گفته اون چیزها رو مینامند که در اطراف آفتاب تاب میخورن. این همه از روی خواست خدا است. شرح زیبا دادید استاد. استاد جان یک سوال دیگر معنی سرم رو ویران کردم. هجری این سوال کمتر دیگر معنی تو رو خراب کردن گیرد. من باید در حال روم، بابای خانم زهرا در بیمارخانه است. امروز جوابش میدین مالش. خدا شفا دهد. سلامت باش پسرم. تا دیدم. بیا توبه. بله با برج اون قدر باوری کردن لازم نیست. زهرا دومولا خوب هستی؟ وضعیت چه خیلی است؟ اما کارهایش را تمام کرده است. کمتر پس ما میبریم. آقای اکرم چه خیلی خوب است؟ خوب. برای تشخیص خون گرفته ایستاده بودن. من طاقت کردن نتوانسته برآمدم. بلا زندی نیلوفر از کجا پیدا شد؟ سعید چه شد دومولا؟ هیچ چیز نیم. سعید این تو هستی؟ ای به خدا که تو هستی؟ تو با چی کار برو مشغول هستی؟ این چه لباسی که با بر کرده ای؟ خانم شما با فکرم مرا با یکان کس مانند کرده. چه خیلی مانند کردم؟ من تو را خوب میشناسم. من نیلوفر مرا در یاد نداری؟ نه من شما را نمیشناسم. چه خیلی با خاطر بیارم آخر. عجایب کن. از این مرکز دلخوشی با مرکز دلخوشی رفته تمام این شهر رو به ما میخیزاندی. اکنون چی شد؟ و نفقه بر اومدی؟ بخشش شما یک دیگر رو میشناسی؟ شناختن؟ اما با آنقدر نیستی که من میخیلی مهربانی من یک بار چنان میزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن رفته محبوبه صاحب مرکزی دلخوشی رو بوسه کرده بوده میتردی؟ خدا دومولا این زن چی گفته ایستاده است ها؟ چی دومولا؟ چه دومولا؟ های تو باز چی هیله کرده ایستاده ای؟ گوش کنید خانم، از راستی در بین یک خطاگی بزرگ است. شما مرا در حقیقت با کسی مانند کرده ایستاده اید، اما هیچ گپ نه خیلی میشود. ای خدای توبه، این مگر بی عقل شده عقلش رو گم کرده است. از همین سبب شما به بیمارخانه آمدید. ای من مرم. ای گوش کن، شرکتی ما با این بیمارخانه شرطنامه دارد. یعنی تو مرا گویا نشناخته ایستاده ای، اما یگان خواهش یگان احتیاج داشته باشی. من همه وقت در بری تویم. حاضر مرا رفیق خونم انتظارند. من از آنها میروم، اما تو هیچ نآمده ایستاده ای. قهری کردم. خطا بازید من تو رو انتظار بشوم. دومولا من هیچ
چیزی رو نمیفهمم. خانم زهرا یگان جای فهمیدنش نیست. آخر معلوم که دختر بیچاره ناراحت شد. از نمادش معلوم که اونقدر حالش خوب نیست. به فکرم بیمار است. معلوم که به کسی ما نکرده است. البته جانم به کسی ما کرده است. میبینیم من یک آقای اکرم رو بینم معلوم وقتی نماز است بعد دیر میمونم. اگر یک جای برایم دیر میمونم مالش رفتیم. خوب است بابا جان؟ خوبم خیلی خوبم. یک بالشت دیگر بیارم؟ نه لازم نیست. خیلی براحتم. با شما گپ ندارم پدر جان. چرا سیاه شدهتون رو به ما نگفتید؟ وقتش بیاد میفهمونم. حالا بچه‌ها اگر اجازه دید کمتر استراحت کنم. البته پدر جان البته. خدا شفای کامل دهد. استراحت با فراغت پدر جان. تو بازدید بابا جان. مایلش. زهرا تو بیمون دخترم. کمتر گپ زنیم. یعنی تو رو همچون کلتاکیلس میدونم؟ نه شوکت همچون کلتاکیلس دانستنش لازم نیست. اما کار رو برباد میدیم. خیر همچون کی میدونه؟ همچون داملوزیو. هیچ گم نه برادر. مهم اون است که خواهرت همش رو فهمید. برادر خوشبخترین آدم روی دنیا منم. البته بعدی تو. شوکت دینا شب تو رو به خونهشون بردم. باور بکن جدا شدن بسیار مشکل بود. فکر کن آخرین باری که او رو دیده بودم خردک بود. زندگی پستی و بلندی داره برادر. دیگر هیچ چیز مهم نیست. مهم اون است که با خواهرت یک جا شدی برادر. اینو کی میشویی مخی؟ بله همه خیلو به هیچ کسی این رو نگو شوکت. میدونی کن اون دیوانه باز اونال هم از پسی من هستن. میفهمی؟ تمام برادر پرونه کن. بیا رفتیم. وای کلتاکیلس. زهرا من همش را میدانم. با داملازیا چرا آیله دار شدنت را همش را میدانم. زهرا داملازیا یگانه انسانی است که بعد از وفات کردنم باورش دارم. از برای با او آیله دار شدنت بسیار خرسند شدم. اما من میدانم که پیش از وفات کردنم از برای خرسند کردن من با او آیله دار شدی. همین طور نه؟ بابا جان در این باره حالا گپ نزنیم. میبینم در پیش سالهای بسیار خوب هستن. باز بینید صحت شدید. بیمار نیستم گفته از داملا زیاد جدا نمیشوی زورا ها؟ گوش کن اگر جدا شوی حالا باز این طفل را به پدر تولد میکنی. مرا زنده به زنده گور میکنی زورا. بابا جان این رو از کجا برآوردید؟ مگر این خیل می شود؟ ما البته که با داملازیا جدا نمی شویم. در گذشته آیله دار شدنت را بینم کفایه است میگفتم. اما چون خدا عمر عطا کند انسان دیگر چیزا هم میخواست است. حالا باشد این طفل را دیدن میخواهم زهرا. داملازیا را نرنجان دخترم. تو را در بالای دستش چون گوهرکی چشم نگاه می‌دارد. تو هم باید به قدر او برسی زهرا. از زاغ سیاه دور بشو. عقلت را کار فرما دخترم. خواطر نشوید بابا جان. آن موضوع پوشیده شد. حالا باشد شما آرام خواب کنید میلش. من شما رو بسیار دوست میدارم. من هم جانکی من را تو یک تای من هستی.
زهرو خوب هستی؟ خوبم خوب نیستم چی شد؟ بابایم همش رو فهمیده است خیلی آخه همه چیز رو گفته چی رو در نظر داری؟ مسئله ازدواجی ساخته رو؟ بله باره آخر خواهشش رو به جا آوردنمون رو آیله دار شدنمون رو فکر کرده است از همین سبب صحت شدنش رو از ما پنهان کرده است دامولو اگر بابایم فهمد محو می شود من هم محو می شوم از شما خواهش میکنم خاموش تمام گوش کنید خانم من با شما وعده دادم و وعده هم وفا میکنم خواطر نشوید شما رو در نیمه راه نمیگذارم تشکر زیاد مرحمت یک نامه آوردم با کی آمده است؟ دامولای مسجد و مسجد رفتم نبود خونه‌اش رو نشان دادم من باشم به اینجا آمدم خوب کردید من میگیرم تشکر زیاد در اینجا امضا میگذاشته البته تشکر زیاد روز بخیر روز بخیر این برای دامولا زیاد است کو از می بلوتش کیست؟ دامولا از می جون ایکرید Bismillahirrahmanirrahim. Ya estağfirullah. Azaktaş ne gürüzü? Yaktı diğer az meşgul buraya. Ne bana Allah güzel etmez azafir. Ne oxir? Ama odam نیست به فکرم. همون است. همون نیست. یگان خطا شدگیست. چه خیل شده این خیل راست گرفتن؟ دین شب هم عجایب بود. عجبا با این دختر چی شده باشه؟ ای آخر تنها گپ زنم باورم میآید اما بر بالای این شوخی کرده ایستادن. توبه کردم هیچ چیز رو نمیفهمم. اما بین چشمانی مادرم با سیوال به سوی موست خیلی ها هم چی کنن؟ با این خیر گپ زنی ما عادت نکردند آخر. بله از سبب اون که تو دوی ما با منزل میبر اومده حالا بسیار در حیرت موندن اکا من هیچ از نظر جدا شدن نمیخوام اما رفتنم لازم است در بیمارخانه بیماران انتظارند میرو خواهرم آخر من در اینجا اما التماس به یگان جا نرو میلش بیتول آخر با کجا هم میرفتم 5 وقت در مسجدم اکنون میرو میلش تا بازدید مادر جان من میروم بخیر است؟ چی بخیر است؟ یعنی با دامولا سیاسی تو رهایتون آنقدر موافق نبودند از همین سبب میپرسم جانم هیچ یعنی من با او درباره یک مسئله دینی صحبت کردم سلامت باشد که به من خوب فهماندن همین خیلی خیر تا بازدید جانم خیلی من از پس کار میشه رفتم یا خدایا توبه آخر برادران مومنی عزیزم گوش کنید دامولای این مسجد امامی آمنم آخر بله دامولای مسجد این کس هستن هجری می آید به این طرف می آید دامولا این چی بابت من آن مسئله زمین مردم همون دامولای درونای کو دامولای زیاد گفته چه گپ باشه؟ استغفرالله خدایا توبه برادران آن زیایی ساخته کار باور نکنید یک دقیقه هیچ خیلی گپ زنه ای مردک ما نمیگذاریم که دامولای ما رو تحقیر کنن من میگویم که امام این مسجد منم چرا باور نمیکنید تمام آرام شو باور میکنیم تو هستی باور میکنیم من برادران بله باور بیاد من باور نمیکنم این دیوانه است به عقل است به عقل فهمید آخر هجری چرا نمیفهمی ها؟ دیوانه ساخته کار چیست؟ دامولای حقیقی منم میگویم با شما چرا اینو نمیفهمید؟ جماعت گوش کنید دامولای حقیقی این مسجد منم من عزمی بلود هستم عزمی بلود گفت؟ چی خیلی؟ آخر امکی عزمی بلود امام این مسجد دامولا زیا است در پایان محله یک مسجد دیگر از با اونجا رفته امامی کنید میگویم این دیوانه است شما باور نمیکنید
چرا از اینجا روم؟ کجا روم؟ اینجا جای من است، این مسجدی من است میگویم. ای تمام بس آرام شو. اینقدر بسیار گفتی دامونایم باور کردم آدمان کارو بار دارن تو هم از پس کارو بارت شو. یا خدا توبه، کاری من و جای کاری من اینجاست. ولی اینجاست. ای خدایا توبه. وای مگر مسجد جای کار است؟ باز دامونای حقی هم میگویی. بمبر به همه روز تواری آدم هم. بس بینده نروم، من مفتیات نروم. میبینید از بالای همه تان شکایت مینویسم، از بالای دامولای ساخته تان هم. بس بشم دو شده برادرم بود که مثلا این زا بیامونه دو شده حالا میبینید ببخشید از شما یک چیز رو پرسم منش؟ یادم آوردم ولی انا اکنون با یادم آوردم انا وای شوهری شما هست. او دامولای ساخته وای ساخته کار است. دامولای این مسجد نیست، دامولای این مسجد منم. دامولای حقیقی منم، عزمی بلوط هستم. حالا با مفتیات رفته از بالای او شکایت میکنن. حالا میبیند روزش رو میبیند، اما تون روزتون رو میبیند. دامولای حقیقی مسجد منم، عزمی بلوط هستم. گوش میکنم شما زهرا سلام. سلام. چی گپ است؟ هیچ گپ نی. تو خوبی؟ خوب. این نامه به شما آمده است. خدایا توبه این چی باشه؟ عزمی بلود اون دیوانه‌ای که در این جایها میگرده. تمام من با او میرسانم. تشکر زیاد. همین خیر؟ خوب من روم نباشد. محلش تو بازید. تو بازید. لابد تو اکا اگر به یکو جو رفتم خواهم تو با من میایی؟ خواهر جانم با کجایی که خواهی میرویم. خوب مایلش اکا جان. مایلش. ای دامولای ساخته از بالای تو یک با مفتیات شکایت کنم بعد میفهمی که دامولای ساخته بودن چی بوده است. لیوین خانم سلین تو در اینجا چیکار کرده ایستاده‌ای؟ هیچ گپ نه گلو رفت رو دستم یگان پرابلم بود. لیوین تو خوب هستی؟ خانم سلین خوبی نازی سازی گوشک جان وزیرش در خطی یگان بچه گشتن بگی پول ندارم پول کشید بعد گپ میزن. تو چی گفته ایستاده‌ای لیوین؟ میگوین که هیچ خبر هیچ وقت فراموش نمیکنن. خطی سمیر با یک جا شده این خانم سلین مبارک شود. من یگان پرابلم ندارم. گفتای مردک لیوین پروا نداره که خطی کی میگرده. لیوین خیلی چقدر تو چی ها میگویی؟ در این زمان دخترها با چند بچه میگردن از این مودا شده است. خانم سلین شما هم خدم زمان باشید. و سیمرات پول داره لیکن لیوین خودش کیه؟ هیچ کی. لیوین دیوانه میشم به خدا. مردک واردین در آشخانه چی خوردین خانم سلین؟ تمام من یگان کار ندارم با این کارا. من در تو رو فهمیدم. گفتم اونم که با هیچ خبرات به امریکا میروید. به هر دوی شما راه سفر. من چرا این گپا رو میگویم؟ لیوین خودش کی است؟ هیچ کی. به خدا که دیوانه میشم. بله دوست داشته پیشینه‌ام برگشت دوباره یک جا شدنم اون رو تکلیف کرد اما رد کردم. تمام راحت شدی. این رو قبول کردن نمیتونم. به عقل من راست نمیآید. خیر شما خیلی قرار دادید از دست من چی میآید؟ آخر لیوین خودش کیه؟ ای بس است اکنون بس قبول نکردم. فهمیدی به هیچ کجا نمیروم. در همین جا میمونم. فهمیدی؟ نمیروید. آخر این رو چرا پیشتر به من نگفتید خانم سلین؟ چقدر خوب. یک دقیقه چرا تکلیفیان آدمی بدرو رو قبول نکردید؟ سببش بسیار مهم است. گفته اون مردک از برای لیمیتی خشور سیمرادی بدرو رو پرتفتی. این به تو یگان دخل ندارد لیوین جان. مگر او را از برای من نپرتفتید خانم سلین؟
یعنی حسیات‌های کنم رو علاقه حس نمیکنم. فهمیدم که همش تمام شده است. از همین سبب تکرارا رد کردم. یعنی این با تو یگان ارتباط ندارد. اما من نمیفهمم چرا این رو تو به خودت میگیری؟ من هیچ گپ نیست. سلام مادر. سلام پدرم. میدانم که از من برای اینقدر وقت نآمدنم رنجیده. اما من نمیتونستم. خواهرم رو نیافتم. با حضور شما آمدن نخواستم. اما بینید در آخر رو یافتم. اما نتیجه شما اکنون در من است. با شما وعده میدهم با عوضی چیزی نباشد اکنون از وی هیچ وقت جدا نمیشم. اکنون شما براحت در اینجا خواب کرده میتوان. گذشته دایم یک جویم میشه. من از شما خانم سلین عذر بسیار میپرسم. یعنی خانم سلین من با شما اظهار محبت کردنم را گفتم. شما با من همچون دوست رفتار میکنید. لیکن من شما رو همینقدر دوست میدارم سلین. همینقدر دوست میدارم که روزی که نبینمت حقم قاق میشم. شاعر راست میگه. محبت رازی ماهی باید تامخ که از آبش برون آری بمیرد. خانم سلین آن ماهی بیرونی آب من هستم. شما برای من آب هستید. لوین من خانم سلین گوش کنید. خواستم با دلتون درایم اما در دلتون پوشیده بود. اگر کشوده میشد به اجازت شما میدر آمدم و این گلها رو بر دلتون هدیه میکردم. گل دادم به سلین. لوین جا در گپش نیست. تشکر زیاد. بسیار زیبا است. گل قیمت خریده میتوانستم اما آن گل دسته های قیمت رو که توفه میکنن زود قاق میشود. گل را آوردم که اگر نگاه و بینش کنید هیچ قاق نمیشود. کمتر آوش میریزه ریشش که ترسید هیچ وقت قاق نمیشود. شعله آفتاب اگر برسش رنگ شما میشکفد. نام این گلو نمیدانم. میتوانید نام این گلو لوین گذارید. لوین میگویم که خانم سلین گوش کنید. اگر شما ما را ببخشید من چه حسیاتی که نسبت شما دارم همه آن را در قلبم گور میکنم. با شما مثل دوست رفتار میکنم سلین جان، نه که مثل عاشق دیوانه مجنون. وعده میدیم مثل دوست با شما رفتار میکنم. از این پس عاشقی تمام. خیر اگر گوید که نه لوین دوستیم با من در کار نیست، به خدا میرم جای کار. یک پلیس دختری نو آمده با او دوستی میکنم. مایلش اگر نخواهد من میروم. مرا دیگر اصلا نخواهید دید. لوین خواهش میکنم یک بار مرا گوش کن. لطفاً. میدونم چی گفتنت رو میدونم. شما رو بسیار رنجاندم اما اگر با من یک امکانیت دهید مرا بسیار خرسند میکنید. لوین آخر مرا یک دقیقه گوش کن. من
دوست داشته شما شده نمیتوانم. پس اجازه دید اصلا ما دوستی خوب تا شوم خانم سیلین. لوین خواهش میکنم یک بار مرا گوش بکن. میگویم که یک جای خوراکی نیستی روزی بخوریم. مالش خانم سیلین تخمین کرده بودم. قراراتون این است. مدام مرا دیگر دیدن نمیخواهید، پس من هم خیلی که وعده دادم دیگر با شما هرگز روبرو نخواهم شد. خانم سیلین آشو شوه. لوین ایس با کجا میروی؟ مرا شنیدی؟ یک جای خوراکی نیستی روزی خوره میگویم. یک دقیقه شما چی گفتید؟ یک جای خوراک نیست روزی با من؟ بله یک جای خوراکی نیستی روزی خوریم تو و من، اما این دفعه سفسطه گویی نکن. آرامانه رو برو در یگان مکانی خوش خوراک خوره میگویم. رو برو یک جای خوراک بخوریم با من؟ این را شما گفتید من نگفتم. یک جای رو برو خوراک میخورم. خانم سیلین زبان شما چی میگوید؟ سیلین جمعی لوین برابر خوراک نیست روزی. ایوا باز همون آدم. بیا ما رو ندیده از اینجا دور رویم. رفتیم. مایلش بچه خاله لوین قد سیلین خوراک نیست روزی میروم. لوین تبخا تو چی کار میکنی ها؟ دختر خاله در قد صدقه. همه چیزشو میپرتوید. همومم رو استفاده میکنم. این چی باشد؟ کنی بینم اینجا چی نوشته باشد؟ به عالم ابدی ره سپارستم. آن روز بسیار نزدیک است. آیسته آیسته خونم از گردش باز مانده ایستاده است. این بیماری نعمتی بی‌بهای است از جانب خداوند به من. پیش از به عالم ابدی رفتنم اولا از گناه پاک می شوم. با عنایت خدا مرگ آنطور دهشت آور نیست که ما و شما می پنداریم. یا خدای توبه سیاه می مرد. نباید این خیر شود. چنین نمی شود. مرا ببخشید خانم زهرا، با فکرم شما را بسیار انتظار کناندم. همامتون را استفاده کردم. این چه خیلی گپ؟ هیچ گپ ندارد. استفاده کنید استفاده کنید. دائما استفاده کنید. زهرا تو خوب هستی؟ من خوبم شکر خدا. شما چه خیلی؟ من هم خوب هستم. اوه خوب باشید ماشاءالله. بعد از بیمارخانه این چی شدن؟ عجب و نسبت من حسیات و جیوز شد. انیق خوب هست همین دور. خوبم زهرا، راست گپ خوبم. خوب خوب من با مسجد میروم. معلوم وقت نماز شد باز در نمانم. نمی شود. نمی شود؟ می شود. بسیاری بدکار میکنید که میگویم یک به تعطیل روید. به تعطیل؟ با مسجد باید روم. آخر من رو انتظارم. با اجازه. مالش من رفتم. احتیاط شوید. تشکر. سالی بزرگ رو پسی سر کردم. نسبتی همسرم یک شوهری خوب، نسبتی فرزندانم پدر خوب و نسبتی جماعتم به امام خوب شدن حرکت کردم. الکی وقتی به نزد خدا برگشتن رسیده است و مثل گفته حضرت یونس از بطن مادر به دنیا آمدیم، از بازار کفن خریدیم رفتیم به مزار. دمروزی اویله دار بوده است.
فرزند داشته از پدر بوده است. نه جانم، 70 سال اونقدر هم جوان نیست. این دملازیو نیست. یک بار چون مایزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن رفته محبوبه صاحب مرکزی دلخوشی را بوسه کرده بود. می تقدیر آخر دملای این مسجد دملازیو است. عزم بلوتش کست؟ داملای حقیقی این مسجد منم عزم بلوت هستم. این نامه به شما آمده است. خدای تعالی این چیست؟ عزمی بلوت. تو کیستی دملازیو؟ کیستی؟